توزیع 3000 جلد قرآن کریم در مدارس الفلاح، امام ابو یوسف رحمت الله علیه و امام شیبانی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه خیریه احساس 3000 جلد قرآن کریم را برای دانش آموزان مدارس الفلاح، امام ابو یوسف رحمت الله علیه و امام شیبانی رحمت الله علیه در ولایت ننگرهار توزیع کرد. مؤسسه خیریه احساس در کنار خدمات اجتماعی برای فقرا و نیازمندان در سطوح تعلیمی به جوانان نیازمند کشور نیز کمک می نماید. این بار 3000 جلد قرآن کریم را که به همکاری مؤسسه مالیزیایی عمل تهیه شده بود به شاگردان مدارس مذکور در ولایت ننگرهار توزیع کرد. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.